سلام رفقا، حالتون چطوره؟ خوش اومدید دوباره به کانال خودتون. آقا امروز اومدیم بریم سراغ آهنگ جدید مسین دوراهی. تازه اومده بیرون، امروز اومده، چند ساعتی هست اومده و دم مسین گرم. هر هفته داره یه ترک میده بیرون با موزیک ویدیو. خیلی خوبه اینجوری و اینکه خیلی خوشحالم از اینکه مسین از لیبل جوهر که جدا شد راه خودش رو پیدا کرد، کم کار نشد و داره خیلی کارهای قوی میده. حداقل این 3-4 تا کاری که قبلا 3 تا کار بود فکر میکنم قبلا ازش شنیدیم، خیلی کارهای باحالی بود، همش با موزیک ویدیو بود و خیلی خوب بود. بریم سراغ این آهنگش ببینیم چیکار کرد تو این آهنگ. نقاش کلمات، بریم ببینیم امروز چی واسمون نقاشی کرده. آقا بزن بریم. خب آقا 3 دقیقه و 31 ثانیه مسین راد پرو دوراهی. بزن بریم. او دعواست، ریختن سر مسین. او نامردا، چند نفر به این نفر تکی بیایید جلو. خب حالا میریم الان رفت تو برسش. ریختن سرش، یه سری زدنش، بدبخت اومد الان اینجا نشست شاکی. ولی خب خدا رو شکر صورتشو پوشونده بود، تو صورتش نخورد. دست خودت نی اومدی بد بار، چرا درس نخوندی؟ گفتم اینو 100 بار. چه بیت باحالی داره، چه بیت باحالی داره. میکوبه قشنگ با هدفون که گوش میکنید قشنگ کله رو پر میکنه. دست خودت نی اومدی بد بار، چرا درس نخوندی؟ گفتم اینو 100 بار. واسه نون باید کنی عین خرکار، جای پول نقش میگیره تو جیب دستمال. نه گفتم نه، رپ میخوندم با قدرت تر داد میز. اول بذار ویدیوشو بفهمیم چیه. اونجا کتک خورد، یعنی دعوا شد، بعد شاکی سوار ماشین شد، الان اومد تو استودیو. نه گفتم نه، رپ میخوندم با قدرت تر داد میزد، افسم شعراتو منم میزدم سر جامی مهلت پر. مادرم داد زد واسه ضبط نوکیامو فروختم به مال خر. من رو یه بار دیگه داد میزد، افسم شعراتو منم میزدم سر جامی مهلت پر. مادرم داد زد واسه ضبط نوکیامو فروختم به مال خر. واسه ضبط نوکیامو فروختم به مال خر. واسه ضبط یعنی بیام تو استودیو پولشو بخوام جور کنم که بیام کارمو ضبط کنم، مجبور بودم نوکیامو بفروشم بره، گوشیمو بفروشم بره به مال خر. پول نداشت دیگه بیچاره. خیلی از رپرها اینجوری بودن، واقعا از صفر، از هیچی شروع کردن، یه چیزی میفروختن که بتونن بیان یه کاری بدن بیان. مهلت پر. مادرم داد زد واسه ضبط نوکیامو فروختم به مال خر. من رو پله تخمم رفتم بالا، مسین تو آسمون نگاهید بال پر. ایول، من رو پله تخمام رفتم بالا. من خودمو کشوندم بالا. خیلی ببخشید، خایمالی کسی ها نکردم که برم بالا. به مال خر. من رو پله تخمم رفتم بالا، مسین تو آسمون نگاهید بال پر. حکممو دادم باز رد باختم، تو سوختی من ساختم. مادر تو به معنی خدا میدی باور، پیر شدی به خاطر خواستم ممنون. ای والله داره با مادرش صحبت میکنه. حالا البته این یه تیکش این بود که داشت با مادرش صحبت میکرد و اینکه گفت مادر ممنون از اینکه به خاطر تو پیر شدی به خاطر خواسته من. یعنی 100% داره میگه که من مادرم پشتم بودش که میخواستم رپ کنم، مادرم پشتم بود. بالپر حکممو دادم باز رد باختم، تو سوختی من ساختم. مادر تو به معنی خدا میدی.
ولی چه بیتی داره، چه آهنگ باحالی داره، خیلی باحال. قشنگ با هدفون که گفتم گوش کنید هی مجبوری اصلا ناخودآگاه کلتو تکون میدی، هد میزنی باش. باور پیر شدی به خاطر خواستم ممنون، پسری که ارزه نداشت روی رپ فقط قفل لباش، چیزای تو کلش از دنیا سواسن، نور با پرش هواش. این پسر مایه ننگ تو نیست، چشم حرف فالو حرف تو نیست، صداش گیراتر از زنگ پلیس، دیگه هیچ باره اینی که وصل اونی. قشنگ ببین، قشنگ تابلو خونه مجردیه، قشنگ معلومه خونه مجردی به هم ریز. یه دره بزنیم عقب‌تر. زن نور با پرش هواش، این پسر مایه ننگ تو نیست. هنوزم داره، احساس میکنم هنوزم داره با مادرش صحبت میکنه. حرف فالو حرف تو نیست، صداش. حالا باید ببینیم این دوراهی که اسم آهنگش هم دوراهیه، دوراهی چیه؟ رپ خوندن و رپ نخوندن و ایناست، چون هم بیشتر داره در مورد رپ میگه. گیراتر از زنگ پلیس، دیگه هیچ باره اینی که وصل اون نیست، اون جایی که میخواد و دور نی، زمین میخوره با این که کور نی، همه چی پوله ولی پول نی، دنبال خیره ولی شور نی. همه چی پوله ولی پول نیست. ولی داشت مسیم به خدا همه چی پوله، همه چی پوله. دست ندادم به دست انداز، نه بابام گفت هستم پاد، پیش همه دل و پس انداختید، نقاش کلمات دستن هاست. نقاش کلمات دستن هاست. والا این مدلی که تو میخونی مسین، آره خدا وکیلی، آدم اصلا این احساس تنهایی آدم رو سوراخ میکنه. اینجوری که تو میخونی به خدا منم احساس تنهایی میکنم. پیش همه دل و پس انداختید، نقاش کلمات دستن هاست. عامل درد رپ، تابش سرد رپ، خونه خراب رپ، سبز سراب رپ، عامل درد رپ. عامل درد رپ احتمالاً چون دوراهیه، اسم آهنگش هم دوراهیه، احتمالاً یه راهش خوندن رپ، یه راهش نخوندن رپ. فکر میکنم یه همچین احساسی دارم ازش. حالا باید بریم جلوتر. ولی خب کورسش اول میگه عامل درد رپ، تابش سرد رپ، تابش سرد، متوجه نشدم. رپ، عامل درد رپ، تابش سرد رپ، خونه خراب رپ، خونه خراب رپ، سبز سراب. تا اومدم کنم رو به خودم، دیدم آرزوها کنسلن تو متدم. تا اومدم کنم رو به خودم، دیدم آرزوها کنسلن تو متدم. تا اومدم کنم رو به خودم، دیدم آرزوها کنسل تو متدم. تا اومدم برگردم به خودم، دیدم اصلا آرزویی ندارم، همه آرزوام برباد رفته. تا اومدم کنم رو به روشنی، دیدم دلم میشکنه پا به پای اتودم. اگه دلم و دادم و موندم تو کنج اتاقم و تنها تو غم. تا اومدم کنم رو به روشنی، دیدم دلم میشکنه پا به پای اتودم. تو اتاق، توی درد. آها، اونجا که در رو وا کرد اومد توی اتاقش. یه ذره عقب‌ترشو ببینیم. آره اینجا در رو وا کرد اومد توی اتاق تنهاییاش. اتاقم و تنها تو غم. تا اومدم کنم رو به روشنی، دیدم. چقدر جالبه، کل اتاق روی دیوارا کاغذ چسبیده. احتمالاً همین شعرهایی که مینویسه است روی دیوار چسبیده همه. بعد اینجا میشینه مینویسه، کاغذهای مچاله هم کنار اتاق. دلم میشکنه پا به پای اتودم. تو اتاق، توی درد، بین کلمات دور گرد، تو هزار، توی سر، دنبال خودشه تو دور بعد. بگو طرفم کی، طرفم چی، هر طرف سین پر تحصیلگار. یه رو حال خوش نداره این بیمار، رپ کار نبوده براش بوده بیگار. دیدم رپ کار نبوده براش بوده بیگار. یه رو حال خوش نداره این بیمار، رپ کار نبوده براش بوده بیگار. دیدم ترس رفیق با شهامت، بین این دو اتار موه قرابت. امید آشغاله اگه نگیرم با شرارت، دیرینم تو خواستم باشه لادت و بد و دد. چه رپی میکنه، چقدر قشنگ رپ میکنه. دوتا آهنگ قبلیاری که ازش گوش دادیم
یه خورده ملو بود خیلی، تو آهنگ قبلیش مخصوصا باشه واسه بعد خیلی ملودیک خوند، ولی اینجا واقعا خیلی مشتی داره رپ میکنه. چه جمله سازی هایی داره مسین خدا. بعد امید آشغاله اگه نگیرم و شر و رد دیرینم خواستم باشه لادت و بد و دد. قلمم بی دفتر شده معافم دنیا و کفالت داره تجربه، معافم از دنیا و کفالت. به هام مرگ شباهت دوراهی انتخاب تباهی شرافت به خلاف. آها اینو دیگه دوراهی و اینجا گفت یه بار دیگه. داره تجربه هام مرگ شباهت دوراهی انتخاب تباهی شرافت. دوراهی انتخاب تباهی شرافت. بین دوراهی تباهی و شرافت مونده، کدومو انتخاب کنم؟ به خلاف همیشه تصمیم دارم بگم. رقص اینجوریش هست، یه ترک قبلیش هم یادمه که یه همچین رقص اسنوپداگی زد. تباهت دوراهی انتخاب تباهی شرافت. به خلاف همیشه تصمیم دارم بگم حرفامو رکتر. میزنم از جونم تو جمله‌ام که بلند شه زبون مفر. اوه ای والا، میزنم از جونم تو جمله هام. میزنم از جونم تو جمله‌ام که بلند شه زبون مفر. میزنم از جونم تو جمله هام. میگه برای اینکه شعر بنویسم از جونم مایه میذارم. اگه لالمو کرد دنبال اینم که بیارم نوبت. میزنم از جونم تو جمله‌ام پی قلبمو ساختم تو سر. عامل درد رپ تابش سرد رپ خونه خراب رپ سبز سراب رپ. عامل درد رپ تابش سرد رپ خونه خراب رپ سبز سراب. خیلی باحال بود. کلا همه دوباره برگشت، همه چی برگشت اومد به اول. و چقدر جالب، ببینید این تیکر رو که همه چی برگشت اومد. بعد اولش اگه یادتون باشه اونجا که دعوا شده بود مسین رو انداخته بودن زمین دارن میزنن. الان اینجا که برگشت عقب مسین داره اونا رو میزنه. نکن مسین داره میزنتشون. ایول بابا داشت مسین تو بزنی. تموم شد. خیلی باحال بود آهنگش. آهنگسازی بیتش خیلی باحال بود، خیلی حال کردم، یعنی کلا ناخودآگاه هدر رو میزدی باهاش. ویدیو کلیپش هم خیلی باحال بود. بعد خیلی خوشم اومد که وقتی آخر ویدیو همه چی برگشت دوباره به اول، مسین بود که داشت پیروز میشد، داشت میزد. و خب حالا فرست ریاکشن بود، مسلما خیلی جاهاشو نگرفتم و اینا. اگه شما جاهایی که متوجه شدین تو کامنت بنویسید که منم بفهمم چی بوده چی شده. آقا دمتون گرم تا آخر ویدیو با هم بودین. لایک، ساب، کامنت یادتون نره. خیلی ممنون از حمایتایی که میکنید، از نقدایی که میکنید، ممنونم ازتون. و اینکه بازم منتظریم که دوباره یه آهنگ از مسین بیاد، اینجوری که معلومه هفته یه ترک میده بیرون با موزیک ویدیو. دمش گرم. آقا ممنون ازتون، مواظب خودتون باشید. شب و روز بر شما خوش. چاکرم. فعلا.